سلام خدمت مردم خوب شهرستان دماوند. قسمت ششم گراف نیوز رو با هم دیگه آغاز میکنیم. یه خبری که همشهریان عزیزم چند وقت درگیرشم و میخواستم با شما در میون بگذارم و دیدم که هیچ کدوم از خبرگزاری دماوند در ارتباط با اون اصلا صحبت نکردن و بهش پرداخت نکردن. خیلی زشت شد. الان میفهمی چی میگم؟ نه متوجه نمیشم. زشت شد. حالتا اسمش هم نیاریم بهتره، سنگین‌تر هم هستیم. مشکلات پیش میاد، مشکلات خوبی نیست. و اون که در ارتباط با قیمت میوه و تره‌بار تو شهرستان دماونده. عزیزان، گرامیان، یه مورد داشتیم، یارو رفته 2 کیلو خیار گوجه بخره تو دماوند، انگار رفته تو بالا شهر تهران خرید کرده. یه جوری خودمونی بهتون بگم. یه دموختک میخوام بخوریم ظهر، کنارش یه کاسه سالاد شیرازی داشته باشه، انگار رفتیم تو بالا شهر تهران، تو بهترین نقطه، تو بهترین رستوران یه سالاد سزار خوردیم. این خبری که خوندم براتون با هم دیگه صحبتشو کردیم، بعد هم نشدم برای ما این به بعد دماوندی‌ها میتونیم پوزم بدیم بگیم بالا شهریم، عینک ریبان هم بزنیم، سینمون هم بدیم جلو، تو خیابونای دماوند راه بریم بگیم بالا شهری هستیم. فقط عزیزان، همشهریان عزیزم، عینک ریبان زدین تو این سیاهی بپایین، یه موقع پاتون توی چاله چولای خیابونای دماوند نشکنه، یه موقع لوله‌وار بشین. بینندگان عزیز، من خودم با این چشای خودم چند تا از این چاله ها رو دیدم که انقدر عمیق بودن، انقدر بزرگ بودن که باید رسما بهشون بگی چاه، دیگه نمیشه بگی چاله. میتونیم یه دونه کفکش، یه موتور بیاریم بندازیم داخلش، ازش آب بکشیم، آب شهر هم میتونیم تامین کنیم. آقا یه نظری دارم. بفرمایید. یه رابط بزنین، پمپاشو من میارم نصف. آقای تهیه کننده، این چه حرفیه؟ آقا از شما بعیده. به این کار میگن کارچاکنی. آی من میبینم چرا هر روز یه سری آدم چاقا بعضی دارم میان بیرون، نگو برای همینه. چه ربطی داشت آقا؟ شما میگی کارچاخونی، کارش این چاق کردن دیگه. آقا ولش کن، قطع کن آقا، قطع کن. آقا این کلا بدآموزی دادش این خبر. قطع کنی آقا بریم. دوستان گرامی، خبر بعدی که میخوام در تو با شما صحبت کنم اینه که اصلا برای چی اومدی وسط ضبط داره ضبط می‌کنی؟ ما قرار نشد بیا با هم تمرین خبری اجرا کنیم. خب گفتم نه اینکه وسط ضبط زرتی بپری بگی سلام علیکم. خب حالا کجا بودی؟ در تمرین فوتبال. تمرین فوتبال؟ آره. پست چیه؟ دروازه‌بان. ای بابا دروازه‌بان؟ تو قرار شد بری اون مدرک دکتراتو بیاری ما حقوقت اضافه کنیم، چی شد پس؟ واقعیت ثبت نام کردن همون نگرفتم. نگرفتی؟ نه. این آقا شده بازیکن، فوتبالیست، ما نفهمیدیم بالاخره. خبر میخوای با ما بخونی؟ برو اون صندلی بری بیار با هم دیگه شروع کنیم. با هم برو ببینیم. برو. بینندگان عزیز، همینطوری که مشاهده می‌فرمایید در خدمت عمو حسن هستیم. قرار شد که با عمو حسن ادامه بدیم دیگه، درسته؟ در ارتباط با یه خبری که توی آب سرد در ارتباط با زمین ورزشی علی ابن ابی طالب آب سرد بوده که زمینش مشکل داشته. بعد ورزشکارا اومدن یه بیانیه دادن و از اداره ورزش خواستن که وضعیت این زمین ورزشی رو مشخص کنه. اداره ورزش اومده یه بیانیه داده. ببخشید بیانیه میگه که جوابیه نمیدن، اصلا بیانیه میدن جوابیه میدن، ما نفهمیدیم بالاخره. ولش کن، چیکار به این کارا داری، به این خبرات داری، ولش کن. خب نمیشه که آقا بیانیه اینا باید جوابیه بدن. کار به این خبرا نداشت. خب داداش نمیشه که باید جوابیه، اداره ورزش باید جوابیه بده، نه اینکه بیانیه بده. بیانیه بده که باید اونا بیانیه بدن، ورزشکارا بیانیه میدن، اداره ورزش باید جوابیه بده. هم ورزشکارا بیانیه میدن، هم اداره ورزش بیانیه میده. ما نفهمیدیم بالاخره چیکار باید بکنیم. ولش کن، کار به این خبرا شده این آزمون دکترای تو هستن. خدا وکیلی ما نفهمیدیم بالاخره بیانیه درسته یا جوابیه، نفهمیدیم بالاخره چیکارش کنیم. ای بابا من آزمون دکترا دارم، اون آزمون کار نکردم. خب نمیشه که وسط خبره که نمیشه وسط خبر قطع کنی که. بینندگان عزیز، خداحافظ. اصلا برای چی خداحافظی کردی؟ وسط خبره بابا، این چه کاری میکنی؟ ما آوردیم وسط خبر بگی، نه اینکه خودت خداحافظی کنی. نمیشه این کارا. هفته دیگه